وقتی که ما را دپورت کردن خیلی دلشکسته شدیم سال خیلی زیق شدیم بعد سال اومدیم وطن شدونه الله کار افتیم سال اینا کار کردیم سال تنجی امونی سال شدونه الله 100 بار خوبه در این وطن کار میکنید سال پیش پدر مادر با سال 100 بار خوبه. تنها در یک سال گذشته از روسیه 80,000 مهاجر کاری رانده شده است. یک برابر بیشتر از سال 2023. این رقم خشک و خالی نیست بلکه در پشت هر یک آن تقدیر انسان قرار دارد و شاید در 12 ماه آینده صف آنهایی که امکان کار و زندگی در روسیه را از دست می‌دهند زیادتر می‌گردد. سببش را برایتان در برنامه امروز با تفصیل می‌گوییم. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا روزگار مهاجر را انتخاب کردید. به احتمال قوی سال 2024 دشوارترین سال برای مهاجران تاجیک در روسیه بود ولی به نظر می رسد که سال 2025 هم سهل و آسان نمی شود. زیرا مسئله مهاجران و تنظیم کاری آنها به ویژه مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان با تشبث سیاستمداران و دولتداران روسیه همچون مشکل اولین درجه به مثل تجاوز این کشور به خاک اوکراین بازتاب می گردد. در آخرین فرمانی که پرزیدنت پوتین در سال گذشته امضا کرد به مهاجران شرط گذاشته شده است که تا 30 اپریل یا نام خود را از روی خط سیاه بیرون کنند یا خودشان از کشور بیرون شوند. پاتریارخ کیریل نیز هفته روان در روز زادروز عیسی مسیح دیگر باره اوید ضرورت پرزور کردن نظارت دولتی از بالای مهاجران سخن گفت. به اندیشه او روسیه باید خارجیان را تنها به بخش‌های علیحده اقتصادیات جلب کند. به گفته پیشوای کلیسای پروسلاوی روسی استفاده نیروی کاری مهاجران نباید به امنیت ملی تهدید نماید. ما کو به مهاجران زندگی میکردیم اما از نقطه نظر کارفرمایان شاید چیزی که ما به آن بوده نمیتوانیم این نیروی کاری ارزان است. از حساب آنها میتوان پول کار کرد و سرمایه جمع نمود. ریت‌های ضد مهاجران که در سال 2023 از جانب نیروهای انتظامی زیر عنوان نیلیگال شروع شده بودند در سال 2024 توسعه یافتند. به ویژه سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کراکوسیتی هال که در نتیجه آن 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند شدت گرفت. مقامات روس بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در انجام این حمله گمانبر اعلام کرده است. این حادثه نه تنها باعث به اوج بیگانه ستیزی در روسیه شد بلکه سبب محدودیت‌های بی‌سابقه قانونی گشت. اکثریت امید داشتند که امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن ملاقاتش با پرزیدنت روسیه در روز 24 دکبر مشکلات مهاجران را مطرح خواهد کرد. زیرا قبل از این دیدار یاوری ولادیمیر پوتین گفته بود که این مسئله حتما بررسی می شود. اما نه در متن صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه و هم خبرنامه‌ای که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد اشاره به موضوع مهاجران نبود. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید در این مدت ورود تقریبا 150,000 شهروند خارجی را منع کردند. آمار دقیق هزاران نفری که از فرودگاه‌ها برگردانیده شدند جای اعلان نگردیده است. یکی از مهاجران اخراج شده رجب علی جمعیف است که اکنون راهش به این کشور برای 10 ساله ها محکم شده است. 2019 میرفتم میومدم فدراسیون روسیه خیلی 100% بوده میرفتم میومدم هیچ پرابلم نه یارون چینه بعد این پرابلمی که کشور خروج شد بعد همین غم دادن تو چرا ما رو یک موقع پیدن دمی ما اول دوون فور میکردیم بعد رفتن ده خپیدم ما خیلی گفتن توی سومره بیاد 100% گپ بگذره سو چی میکنه تا خلاصا ما اومدیم دوی مورا که رفتیم مورا در پاسپورتمو پچت فارسی ورفای کردن و یا سال دپورت دادم 50 سال. چطور شد که در حجت‌های شما مهر قلبکی رو پیدا کردند؟ ولو نمیفهمیدیم خیلی گفتیم یعنی سنمیره میرفتیم خیلی چی میکردیم خیلی بوی مهاجر میدونن لو بوی آدمو میدونن که سال 500 هزار میدادیم صبح پچت فارسی میدادن خاطی میرسون که خیلی میکردیم چی میکردیم بعد از اون قسم وقتی رفتن ده 1000 روبل جمع ها سر هر پچت دادیم گفتن که چی میکنیم نکردیمشون بعد اون در بازش برو. همراه شما باز مهاجران دیگری هم بودند که به روسیه را داده نشدند؟ فارسی برومد سال گردوندم همه قودم سال پر بدادم و چی سال به یگان سبب گردوندنشون آدمای بودن چی سال
паспортҳои додарошон сол депорт буданд, дар телефоношон буд, ба ҳамон хотир сол депортшон карданд. Сол судебни одамое буданд ки сол даври ёшишон дар судебни буданд, сол мусаффида буданд, ба худо гардондашон. Бе ягон сабаб. Оли мардум мегӯяд ки соли мо гузаштем, дар тай комментария видео мебинам, мегӯяд ки мо рафтем гузаштем, хайрам тақдир апаҷон, насибу тақдир. худи шумо кай эҳсос кардед ки муносибат нисбати муҳоҷирон тағйир ёфт? ҳамин 2019 аввалин бор рафтам, соз буд, соиш карагам намедодам. Аввал рафтам стройка кор мекардам, баъди стройка сол красноярск рафтам, қати хитоиё кор мекардам, сол ин хеле проблема набуд. Баъд ҳамин крокус муҳоҷиро агам буданд. оё баъди депорт шудан нороҳат нашудед? мо шукронаи Аллоҳ апаҷон омадем, баъде ки депорт шудем тӯли 50 сол омадем дар Тобистон, шукронаи Аллоҳ тинҷӣ, амонӣ, солна кор ёфтем да апаҷон. ба фарқ аз ин мусоҳиби мо ки аллакай аз Русия умедашро кандаву дар ватан барои худ машғулият ёфтааст, садҳо ҳазор тоҷиконе ки дар он кишвар боқӣ монданд, таъсири сиёсати пурзуршудаи мақомоти ин кишвар дар нисбаташонро эҳсос хоҳанд кард. соли гузашта Думаи давлатии Русия 14 қонун ва ислоҳи танзими соҳаи муҳоҷиратро қабул намуд. Ин санадҳоро метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард. онҳое ки мустақиман ба муҳоҷирон таъсир мерасонанд ва онҳое ки ба русҳо дахл доранд, аммо бо ин ё он васила ба муқобили муҳоҷирон нигаронида шудааст. ба гурӯҳи аввал мешавад қонуни аз ҳама саркӯбкунанда дар бораи ҷорӣ намудани низоми нави депортатсия барои муҳоҷирони ғайриқонуниро ном бурд. طبق قانون مذکور مهاجرانی که نسبتشان این رژیم جاری کرده می شود از حقهای زیرین محروم می گردند. تغییر مکان زیست به اجازت اداره امور داخلی، بیرون شدن از منطقه زیست، راندن نقلیات، خریدن مالکیت، عقد نکاح، گرفتن قرض بانکی، کشادن صورت حساب نو در بانک‌ها و استفاده بیش از 30,000 روبل در یک ماه از صورت حساب بانکی موجوده. همزمان قانون وزارت کارهای داخلی روسیه را موظف میکند که با اصطلاح فهرست شخصان تحت نظارت را تهیه کند. در این فهرست آنهایی ثبت میشوند که در قلمرو روسیه یگان قانون شکنی کردند. فعلا در رویخط سیاه اسمی 120,000 مهاجر تاجیک وارد شده است. طبق اطلاع منابع مختلف در نظر است که به فهرست نام بیش از 630,000 خارجی ثبت گردد. قانون از 5 فوریه اعتبار پیدا می کند و بعداً پلیس حق دارد خارجیان را از روسیه بدون قرار دادگاه اخراج نماید. یعقوبجان عمرов معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید از مهاجرانی که در این رویخط نامشان را پیدا کردند زیاد مراجعت میگیرند. دوره هم پاندمی رقم تلفنی ما 5 شدگی بود. از دیگه ولایت‌ها ما مراجعت میکنم زنگ میزنم. ما خدمات وزارت مهاجرت شغل اهالی نمایندگی داره در مسکو دارم و ما رقم تلفن دادگی و همون رقم تلفن رو با اونها توصیه میدیم که همونجا زنگ زدید معلومات خودتون رو فرستادید با واسطه واتساپ. اونها این معلومات مثلا بسیار رویخط‌ها هستن که در رویخط شخصی یافتگی هستن، اما علاقه حجتش همش بوده باشت است. مثلا یا خیلی بعضی شهروندی هم گرفتگی هستن. لیکن در رویخط هستن. این ممکن خطا شده باشد. برای اصلاح همون شهروند باید حجت خودش را عکس گیرد و با واسطه واتساپ در همون نمره لازمی در فرستادگی ما اونو اتصال میکنن و کارمندان نمایندگی که در مسکو هستن اونها با وزارت کارهای داخلی با نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه همین معلومات رو میفرستن چون که اونها ایرخط گیرن. یکی شخصی که حجت ندارن، تماما حجت ندارن، خودشون میدونن که غیر قانونیان، همونجا مهلت داره تا 5 فوریه باید برآمده روند. و با ما مصلحت میکنیم برادر تو 5 فوریه انتظار نشم. باز یعنی سری وقت پیستا به وطن رفت. 3 ماه بیستیم بگردیم بیاییم چون که بعد دیگر به طرز اتوماتیک اونها مثلا میگیریم به درگاه حساب میخورن و مشکل تر میشه. ممکن یکم مهلتشون بدن، مهلت 5 سال رو به درگاه کنن. آهوزی اگر وایو مثلا میگیریم همین خیلی پیستا به وطن برون. اون 3 ماه میستن اثر نموده با حجتشون بوده باش میکنن بود همینجا زندگیشون کار و فعالیتشون دوام میده.
در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه 30 دکامبر سال 2024 فرمانی را امضا کرد. طبق آن مهاجرانی که در حدود این کشور غیر قانونی قرار دارند عهده دارند تا 30 اپریل سال 2025 وضع حقوقی خود را تنظیم کنند یا روسیه را ترک نمایند. جزئیات این فرمان را حقوقشناس توجیک محمد جان صوبیروف شرح می‌دهد. این یعنی فرمان نوی پرزیدنت روسیه که در آخر ماه دکامبر سال 2024 به تصویب رسید، این برای همون آدمانی هستند که تا 5 فوریه از حدود روسیه میبرآمدند. این برای همون آدما است و آدمانی که به حجت هستند در حدود روسیه هستند و یعنی در میگراسیون کارتشون سلویشون گوستی بود یا اینکه اوچوبا بود یا اینکه ترانزیت بود، همونا میتونن که با خدمات مهاجرتی که در همون کجایی که با قید گرفتگی هستند یعنی رجیستراسیون در کجایی هستند و همونجا رفته از سر نو میگراسیون کارت رابطه گرفته و رفته پاتین گرفت و این چنین آدمانی که هستند که یعنی پاتین گرفتگی بودن سر وقت اویداملینی کردگی نبودن برای трудовой договор پاتنتای اونو انالیرو چیدگی بود، همونا از سر نو میتونن که رفته یعنی پاتنت نو سپوریده پاتنت نو گیرن یا اینکه پاتنت کهنه شونه واسطه نوید کنن و این چنین آدمانی که RVP یا اینکه VNG شونه انالیز کردگی بودن تا 30 اپریل همونا هم اجازه دادن که RVP و VNG شونه واسطه نوید کنن. در حالتی که همین شهروندان که بسیاری که در حدود روسیه غیر قانونی گشتگی بودند همونا را در همین اوکاز آمدگی شده است که با پونکت 8 12 14 статья 27 F214 F215 запрет намонанд то ин ки ино қонунӣ худшона қонунӣ محمد جان صوبیروف مشخصاً میگوید که فرمان نوی پوتین مهاجرانی را که اخراج شده و بیرون از روسیه هستند فرا نمیگیرد. و آدمایی را که запрет موندگی هستند باز خواهش میکنم запрет از ودوارینی فرق میکند. آدمایی را که سود ودواریت کردگی است این برای آدما دخل ندارد. آدمایی را که запрет موندگی هستند یا اینکه статья нежелательный که Роспотребнадзор میمоند по пункте 7 статья по пункте 7 час перед статья 27 F214 همین آدمان اگر که ساز باشند با ما مراجعت کنند ما دستگیری میکنیم کمک میکنیم و رفته انالیزهای خود از سر نو میسپارند و باز از سر نو به Роспотребнадзор مراجعت میکنیم در اساس همین اوکاز یعنی запрет های همینا را سنیمت میکرده میشد و آدمایی که запрет دارند و در حدود روسیه قرار دارند و این آدما هم یک آسانی‌ها آوردگی شده است که اینا میتونن که با همون خدمات مهاجرت یا اینکه با ما مراجعت کنند ما کمکشون میکنیم و запрет اونها رو یعنی در اساس همین فرمان پرزیدنت سنیمت میکنن و از سر نو قانونی کرده کار میکنن. باز خواهش میکنم که این یعنی آدمانی که در تاجیکستان هستند یا اینکه ودوارینی هستند برای ما بسیار مراجعت ها شده هستند که بعضی ادوکات ها یعنی با یک مبلغ کلان ودوارین اونو را بیکار میکنند. این همش دروغ است و اینو باور نکنید. به هر حال چگونه عملی شدن این فرمان را وقت نشان خواهد داد. اما حالا رو میاریم به محدودیت‌های دیگر اعلان شده در نسبت مهاجران. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. از امسال یک روی ساده شده گرفتن حق اقامت به خارجیان در روسیه از بین رفت. تا این دم بعضی از مهاجران بعد ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت و سپس شناسنامه روسی می شدند. بر اساس قانون نو اکنون شهروندان خارجی تنها بعد از 3 سال ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت در آن کشور می گردند. همچنین از 1 ینور قاعده 90 به 180 بکار کرده شد. من بعد مهاجران تاجیک در 1 سال تنها در مدت 90 شبانه روز می توانند در روسیه حضور داشته باشند. پیشتر مهاجر امکان داشت در دوام سال 180 روز در روسیه بماند، اما پس از 90 روز باید کشور را ترک میکرد و بعد اگر خواهش داشته باشد باز برای 90 روز دیگر دوباره وارد شود.
حالا باشد دیگر چنین نیست. علاوه بر این از سوی نو سیمکارت‌ها به خارجیان تنها در صورت داشتن شناسنامه فروخته می شود. شرط اساسی این است که ترجمه شناسنامه به زبان روسی از طریق نوتاریوس تصدیق کرده شود. همزمان برای یک شهروند خارجی 10 سیمکارت اجازه داده می شود. ضمناً درباره حجت‌ها من بعد به مهاجران برای تقلب یا معاملات اسناد قلبکی از جمله ثبت نام قلبکی از 2 تا 6 سال زندان تهدید می‌کند. نگفته نماند که حالا در روسیه همه گونه جنایتی که مهاجران غیر قانونی صادر می‌کنند حالت وزنین کننده اعتراف می‌شوند و این جزا را سخت‌تر می‌نماید. از 1 اپریل امسال مکتب‌های روسی فرزندان مهاجران را از زبان روسی امتحان می‌گیرند. این طلبات بعد تصویب قانون بحث برانگیز درباره منع قبول فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمی‌دانند حتمی شد. اقامت فرزندان نابالغ مهاجران در روسیه نیز می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در فرمان وزیر امور داخلی روسیه دقیق گفته نشده است که این در کدام مورد می‌تواند رخ دهد، اما اگر این طرح شود والدان مهاجر این کودک نیز چنین مقام رو میگیرند. از امتحان دانشی روسی نگذاشتن فرزند به احتمال زیاد میتواند برای این اساس شود. سال گذشته قانونگذاران روس شهروندان روسیه را که مهاجران سابق بودند به توجه نگذاشتند. طبق تغییرات اگر مهاجری که در دوام 2 هفته بعد گرفتن شهروندی روسیه در ارتش ثبت نام نشود از شناسنامه این کشور محروم می‌گردد. وزارت دفاع روسیه همچنین پیشنهاد دارند که شهروندان روسیه را برای حاضر نشدن به کمیساریات‌های حربی هنگام دعوت از شهروندی محروم کنند. از بهار سال 2022 در روسیه شکار مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند ادامه دارد. قریب تمام ساختارهای قدرتی چنین مهاجران را جستجو می‌کنند. هنگام ریدها آنها را راست به کمیساریات‌های حربی برده به دستشان دعوتنامه می‌دهند و اکثریتشان به جنگ اوکراین فرستاده می‌شوند. روز 24 ایونی سال گذشته رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین اظهار داشت که در نتیجه ریدها تقریباً 10,000 مهاجر سابق به عملیات به اصطلاح مخصوص نظامی فرستاده شدند. در هفته اول ماه январ امسال وکیل دومای دولتی ویتالی میلونوف به واسطه در تفتیش خوابگاه مهاجران در سنت پترزبورگ شرکت کرد. میلونوف تلاش نمود مهاجرانی را که به گفته او با حجت مشکل داشتند متقاعد کند که با وزارت دفاع قرارداد امضا نموده به اوکراین روند. او با کدام سبب نمیخواهد به منطقه جنگ رود، هرچند آنها شکایت میکنند که پول و جای برای زیست ندارند. من حتی تیارم همراهشان مثلا تا گرلوفکا برای گرفتن دیزرژینسکی روم، اما از چی باشد که کسی از اینها رفتن نمیخواهد. وکیل دومای دولتی الک ماتویچف در صفحه اجتماعیش از مقامات روسیه دعوت کرده است که از پرزور نمودن سیاست دولتی و احساس مردم در نسبت مهاجران دست بکشند. در صورت غیر به گفته او در روسیه حمله های تروریستی به مثل کراکوس زیاد می شوند. همان گونه که روسیه در تمام بدبختی هایش مهاجران را گناهکار میکند، این وکیل روس کشورهای غربی را به آن عیبدار می نماید که گویا دولت‌های آسیای مرکزی را برای ناآرام کردن روسیه استفاده می برند. آنها تلاش دارند که ما را با دولت‌های آسیای مرکزی جنگ اندازند. شما بگویید آن نفرانی که امروز طریق همه شبکه‌های تلویزیونی برآمد کرده و میگویند اینها به اصطلاح چرک و یا کنده هستند، همه اینها را باید پیش کرد، نسبتشان ویزا جاری نمود و به همین مانند پیشنهادها. این نفران به منفعت کی کار میکنند؟ انگلیه یا روسیه؟ دوستان عزیز، همان گونه که دیدیم محدودیت‌های نو در روسیه زندگی خارجیان را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. این کشور میزبانی بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک باقی میماند و با وجود افزایش فشار و بازداشت و اخراج کردنها حالا هم اکثریت شهروندان تاجیکستان روسیه را یگانه منبع کار و درآمد میدونند. یک تحقیق نوی سازمان بین‌المللی مهاجرت که در بین مهاجران بازگشته تاجیک از روسیه انجام شده است نشان داده است که 53% گفتند عزم دارند رفت آمد بین تاجیکستان و روسیه را ادامه دهند، یعنی موقتا در آنجا کار کنند و باز به نزد عزیزانشان برگردند. 18% گفتند که نیت دارند به روسیه برگردند و اقامت دائمی بگیرند و همیشه در آن کشور بمانند.
من باشد با اجازت شما برنامه را با شعر سینای ابوعلی خلاصه میکنم که بیانگر وضع امروزه مهاجران است. امروز به یک روز طربزار مهاجر، در زیر فلک خسته و ابگار مهاجر، پیوسته کشد منت کس در وطن کس، دارد به دلش غصه بسیار مهاجر. در عالم امروز که انصاف نباشد، بیند ز قضا روز و شب آزار مهاجر. در ملک وطندار اگر برف نبارد، گویند سببگار و گنهکار مهاجر. چون کوه صبور است ز زحمت نهراسد، سرباز سرافراز رهی آر مهاجر. تنها بکشد باری هم از زندگی سخت، آهنتن و بیکینه و غمخوار مهاجر. پرکارترین آدم این دور و زمان است، از غیبت و از خرخشه بیزار مهاجر. ای آن که به او می نگری با نظری کج، چون تو نبود یخزده پندار مهاجر. پیداست حقوق بشر این قصه قاف است، از حق خودت باش خبردار مهاجر. باور به تو دارم وطنم، هموطنم را نگذار شود باز به تکرار مهاجر.